دارم باشه گله چطوری خوبی؟ شکر بخیری گوشی داری خود خونه داری؟ کی؟ گوشی تو کجاه؟ وله بگیره همین گوشی بگی به بچه خاله هم یک زنگ بزی به می قوسی که من خیلی دل خوشی از اون ندارم قوس الدین؟ آه بگو که کاکامو بیامده هنی هم شماری و خود نمادن کنه چی با بیای به ته سرما خب میایم قوس الدین بیای با ته سرما غمه نداره تو زنگ زه که باز نگه که من خبر نداده من اون شماری اون میبری و کیه خب زنگ زه خودی و گپ زه چی بگو چرا شما قبل میزنید بعد از اون دقم زنگ زه آه آه نه گفتم که سلاته و دوخه غمه نداره تو زنگ بزن حالی و قصیر خرج نشو او یک گندگی داره لالا مال سر وقت بگم او اگه نون 5 خوربزو شام نکنه میره به خونه خود میگه که سرا از اینا سلسله ندارم نون من که نده دل خوشی از اون ندارم به می خاطر نداره حال تو زنگ زه که بیای باز غمه نداره هرچی بود میخوریم الو خیلی جانجور اول خورم منو شما بیاین لالا قوس الدین به چیز بیاین به سلام ما بیاین انا خاطری که کاکام میایم نه هر وقت نه میگم هر وقت میایه با میگن چی بگم علی خود تا بگو بیای میای همارس تیر میگم تا بیای میایی تا بیای میایی تو شما هم تا بیای تا بیای اونا هم میایم نه تا بیای میای تا بیای میاییم تا بیای میاییم آه تا بیای میاییم میگم به کجا رسیده همارس تیر شده امرز تیر شده این لبزی بره ما اگه میشه گپ و سخن یا به شما به دل خود ناراستیم بعد انون بیای مرز بزی برم هیچی نگو نگم نان بخوری بگم بیایم با نان خورده اگه ما شما هم بیایم با نان خورده اینجا خوبه خداحافظ گوشی من خلاص کردی من که گفتم بیا با نان خورده اینجا خوب هان حرکت میکن میای بخیر او زنه به چی از اومدم برای یک لقمه نانیه لنگا اینا کنده که با کدوم مسیر خیرات عمومیه میرم تفلق خورم همیشه میبره خب زودتر تا اینا رضا که کاکا بابا خیلی میرسه بریم میگم دکون و اینا سویدا هم بسیده خوبه گوار هم جمع کنیم علی اما گوه چیزی با کرده خوب نگاه کردی خبر نبگرفتی گشنه اعمال منار عباس بیاوردک علفار حال کجای عباس به داخل سراره برکسه کن گوار علی جمع کنیم که با کاکا میای پیش اینا میشینیم گوار گشنگی نماره یک دمی خوبه بعد گوار یلده من رفتم که کار دارم سعی کنم کاکا با کجا رسیده با ما زنگ زنم برای خوبه فعلا خدا حافظ خوبه آهای نماز شم غریبی رو به من کرد دل آرام ای حالا دلم جولان زد و یاد وطن کرد ای جان محبوب وی نفهمیدم پدر بود یا برادر وی خدا یادش کنه هر کی یاد مار کرد ای و قربانی دم دروازه میشم وی صدا کاکا خور میشنوم از نماغ سر ریزه که دیازوده ها دگه بیکارو که ریزه میکنن دگه خصوص زده بود که ایوانه گشنگی بردن 2 ساعت میشه و اینا رو بیاوردن خب کمی آوردی اینا کمیه کو کم اینا رو زودی خلاص که تو هر کمی بود از تو 10 تا زمین خلاص میکردی ایوانه گشنگی بمردن عباس بیفهمی گپ چیه چی؟ امال لالا بیامد پیش ما زنگ زد کی؟ با کاکا نه البته به چه خاله کاکا فقط برسیده ممسه امرز هل بزی بره
دیگه آه. کاکا چی میارم همه. گفتم کاکا به من سوقیتی بیاری. گفت کاکا جو به تو یک چیزا میاره که به عمر خود ندیده بشی. به تو هم بگفتی چیزی میگه به تو بیارم. نه به خدا نگاه ندادم. آه بگیر مینا تا تو من خوکو بگیر یک دقیقه با برک بنده پیش کرده بده. زود کارا کشتگی برو کشنه؟ برسم اونا. بگیر تا تو من خو بگیر برو مینا بنده کردم مازی. باش اینا سیر میشم به اینا. دستلافه بشه برو. دستلافه بشه. بنده پیش کو شیری بنده اول. خوبه. باشه برو یک پتوی بیارم که اینا خراب همه پر خاک شده. دیگه چیز نباشه از سرا بیارم. ای اونا بکشتن گشنگی بیا. اگه میفهمم شما چیکار کرده بگی. بابا کدل عط رفتی گله دست از این خیر نمیبینی. شمال لال زربا شب من چی کاکا جو شاگل جان بیاید به خیر خوشی به ما چی میاره. شاگل جانم مبارک باشه بختید شرشره بارانه جشن شاگل جانه جلو تو رو پشی کنیم بوی کاگل جانه. کاکام شاگل بیایه که او ببینم بعد 20 سال جانم جلبل یارانه. در کوه بلند فریادو کردم مای من زیبای من کاکام شاگل بیایه به پیش من. چکار میکنی؟ مونده نباشی چکار میکنی؟ زمین رو پشی که به دیوارا نه دیوار خاطری بوی کاگل میده. بوی کاگل خیلی بوی خوشیه که باز کاکام میام به خیلی خوشی که بیایم نگن که چردی بر من گل و گل کردی نکنه. خب اول تو زمین رو پشی بگو با اگه اضافه بود بابا دیوارا هم بزن. هست گپینی پره. مونده چکار شد دیگه لالا چکار شیشتنه به کجا برسیدم؟ بره میرسم دیگه بخیر زنگ زدم رو بده میام بخیر. حقیقت رسیدگی ها. بخیر کاکا من دیگه به تم باویل که بدیدم دیگه حاله که ببینم دیگه بعد 20 سال سدانی این سدیرم بگیره برو گوشت و سه دیگه چیزی هم بخونه پرسان کو اگه لازمه بس تو بیاره پنج سدی که به کاکام گوشت نمیشه که بعد نیه دیگه دیگه پیش تو پول خوب پیش خونه داری پیرم بگیره 520 دیگه نیم کیلو گوشت بس تو بسته کاکا کو ایفی نماده دیگه خارج. نه خب باشه دیگه بعد 1 کیلو گوشت بره میشه 4 تا مفخور دیگه خب چردی بر شد امرو نمایه کسی خبر نکنی حالا با بری بسته قوم خشار بگی که کاکا بیاماده باز اگه بیای موندگی و کم شه بفهمیدی چی میاره دیگه چی میاره دیگه باز هر چی آوت خودتو میبینیم بخیر باش بیا بخیر بیا جواب بگو خیریت برسه گفتم به تلفن گفتم کاکا هر وقت میایم با من چیز میزی بیارن گفت اگه هر چی مثل بشی به تو میاد بده دست من تو برو تو بخونه برو سه دیگه چیزی اگه لازمه با از این دکون تا محل بس تو با من پول میدم خوبه گوشتا تازه بستونی خوبه من اینجوری میزنم گوشت تشکات لالا جان تشکات بستون یا میشینه بره کاکا بره برو 1 کیلو گوشت میشه 5 تشکات نستونو نه فقط بره تازه بره بگی که لالا میرو اسم رای کرده گوشتا خوبه بره بوزینه یا میشینه بره بوزینه بره میشه بره زودی بیایی خوبه خیلی بیایی کاکا جان خیلی
کاکا السلام علیکم ایستانی کاکا جشتنی خیلی حتی جانجوره اول خوبه جانجوره سلامت باشین کاکا با بیلا پیر شدین کاکا که شما پیرمرد شدن دیگه واقعا که من جون نمیمونم آخه به طبع بایل که شما گاهی وقتی میدیدین گپ میزنین که نبودین خب دیگه پیرمرد شدن دیگه کاکا الله نه چند سال میشه چی چند سال نه از عمر شما که نمادین 20 سال میشه 20 سال اینجا بودیم چی گپا بود اونجا دیگه خب تیار بدی همین تو خوب زندگی داشتیم روزگار داشتیم یعنی دالونه خراب نشده آره پیاده آمدین تو می چینگ همین دالون بیا موتر دیگه نمو با موتر آمدین تسکی تسکی ها نمیایه یاد ندارن تسکی ها سرا مانند آنک لال کاکا در سرای هم خوبو شد نما یه همه چوبیل بکنده خب پاره کنی بیتاره این چوبیل بکنده این در باش لامپی هم باشندن برقی حال ما برق داریم خوب روزی که شما برستیم همه چراغ بودک و اشتوب بودک برق داریم حالی با پیشرفت کرده گردن هم اول باشه خونی گوه 2 تا لامپه 2 تا بیاین یا لا بیا با کاکا بیا بفرمایید آره کاکا سلام کاکا جان ایشتنیم خوبیم بخیر انتها خوشحالیم خوش آمدین کاکا بدیم ساک شما بدیم که سنگینه جلوشو ساک شما بفرمایید بریم من در بسته کنم میام خوش آمدین کاکا بفرمایید بریم خوش آمدین خدایا اگه عقل کمالی بابا بده یک پول داری همه میکاکم این ساک مدر به چه آخور آمده چی ببینیم یاز کاتی شکم به شطوره بزی کتوبچه از این نامه اعمال خود نوشته میکن این بدم بیست وای خدای رستی از این نباید به من خلایی نمیشی مرگ طور به خیر خوشی کاکا بگیره یا موز کردی یکی اون مادر باورده یکی اون مادر خود خوب که بیعقل بوده ای ما چک زبزی ترتلاق گرفتم گوشت استونم 1 کیلو گوشت تشکا دست کندم که مادر شما بیاید سرکو چی میگم زن؟ به مثل او پیره با سر صدا نمی کنی 4-5 شوه نمی جام آوتونه بشنیدی چی گفتم؟ او پیره دگم با تلاش کردی کل حرکت کو بری تا 4-5 شوی چاونه نمی کنی بری شما هم شوخی نکنی ناگم مرگم